سلام. همونطور که میدونین امروز به طور رسمی روز دوستیه. امروز صدها دوستی جدید و شگفت‌انگیز در سراسر پاریس شکل میگیرن. درسته میری؟ همینطوره آرور. امسالم یه بار دیگه شما و دوست مخفی جدیدتون که تصادفی انتخاب شدن در جستجوی یه سلبریتی پنهان شده یه ماجراجویی هیجان انگیز و تجربه خواهید کرد. ستاره امسال ما کسی نیست جز منبع الهام هنری برند گابریل آدریان آگرس بی‌نظیر. سلام چطوری؟ وای نه، اگه مثل پارسال پیامک ثبت نام به دستشون نرسیده باشه چی؟ اگه نتونم تو بازی شرکت کنم چی؟ این اتفاق نمیافته چون پارسال بهترین دوست شگفت انگیزه تو نداشته که حواسش باشه همه چی درست پیش بره. ممنون آلیا. برو بریم داره شروع میشه. قوانین رو برای دوستامون مرور میکنم. وقتی آدریان این دکمه رو فشار بده هزاران پیامک به طور همزمان به سر پاریس فرستاده میشن. توی این پیامک ها اولین معمایی که باید حل کنید و پیدا میکنید و حل کردن شما رو به دوست جدیدتون میرسونه. بعد با کمک هم باید معماهای بیشتری رو حل کنید و اگه کارتون رو درست انجام بدید شما رو یه راست به آدریان میرسونه. درست به این مکان خیلی مخفی که توش منتظر برنده های خوش شانس خواهم بود. آماده ای؟ 3 2 1 من بلندترین قلب شهرم. معلومه کلیسای ساکرکوره. موفق بشین دخترا. چه حیوانات کنار دایناسور زندگی میکنه. باغ وحش شاردن دوپلند که نزدیک موزه دیرینه شناسیه. خیلی کیف میده. زمانی خانه‌ای برای اشرافزادگان بودم و حالا خانه‌ای برای هنرموزه لوف. اومدم پیروزی. بذار ببینم. با یه بار چرخش دستگیره میتونم سطح آبو بالا ببرم. چه ذهن شروری اینو طراحی کرده. فایده ای نداره. من لیاقت مبارزه با شما رو ندارم. داستان اون زن جنگجوی سامورایی توموگوزن رو به یاد بیار. در دورانی که زنان جنگجو مورد قبول قرار نمی گرفتن فکر میکنی اون تسلیم شد؟ سوار بر اسب و ناگیناتا به دست اونقدر جنگید تا پذیرفته شد. مثل باد گریز پا، مثل سیلاب قدرتمند و مثل آذرخش سریع و چابک. صدای چی بود؟ تبریک میگم. شما اولین سرنخو دریافت کردید. این یه بازیه. تو بدون اجازه من بازی ثبت نام کردی؟ نه مادر، حتما یه اشتباهی شده. تاتسو درو باز کن. خوش آمدید خانم سروگی. میدونی مادر، آدریان آگرس هم توی این بازی شرکت میکنه. گابریل آگرس خصایص تحسین برانگیز زیادی داره ولی انگار یه نقص بزرگ داره. اونم بیش از حد آزاد گذاشتن پسرشه. تو بعضی موارد اون از من نابیناتره. تاتسو برو به گرند پله. بسیار خوب خانم سروگی. خیلی ممنون که شرکت کردی آدریان. فکر کنم مسابقه هیجان انگیزی عذاب در بیاد. تاتسو کاگامی رو برگردون خونه. من تا 2 ساعت دیگه برمیگردم. خیلی خوب 2 ساعت. بیا بازی کنیم. تبریک میگم. شما اولین سرنخو دریافت کردید. با چرخش دستگیره میتونم سطح آبو ببرم بالا. این که کاری نداره. تاتسو منو ببر کانال سن مارتان. صدا شناخته نشد. تاتسو منو ببر کانال سن مارتان. بسیار خوب خانم سروگی. با یه بار چرخش دستگیره میتونم سطح آبو بالا ببرم. درررم کانال سن مارتان. وقتی قفل با استفاده از دستگیره باز بشن سطح آب بالا میاد. خیلی باهوشی مرینه. حالا بیا حواسمون رو جمع کنیم. امیدوارم دوست جدیدمون یه جایی همین جاها باشه. نه چی شده یه بشروره؟ بدتر تیکی. کاگامی دوست جدیدمه. امکان نداره. اون خیلی باهوش و قوی و نازه و اون آدریانو میشناسه. اونا همینجوریش هم تو شمشیربازی هم تیمیان و والدینشون هم با هم دوستن. پس اگه ما برنده بشیم اون همه چیزو به اسم خودش تمام میکنه. امکان نداره با اون بازی کنم. نوش نخیر این کارو نمیکنم. خیلی عجیب غریبه. خب سرنوشت اونو سر راه من قرار داده. باید موفق بشم. اگه نتونم با دوست آدریان کنار بیام نمیتونم برنده بشم. این بی‌انصافی در حق کاگامیه. مرینت اگه دوستش نباشی نمیتونه بازی کنه. آره همینطوره. اون انقدر باهوشه که مطمئنم یه راهی پیدا میکنه. احتمالاً خودش تنهایی 2 برابر سریعتر از بقیه بازی رو تمام میکنه. حق با توی تیکی. اگه باهوش باشم سرعتشو کم میکنم و باعث میشم اون برنده نشه. اون وقت ما آدریانو پیدا نمیکنه. دلم خنک میشه. حالا که فکرشو میکنم همون بهتره که نری سراغش. آیه میشه دیگه بازی شروع شد.
کاگامی وای حتما کار سرنوشته. یعنی کی فکرشو میکرد که من و تو با هم بیافتیم؟ احتمالش خیلی کمه مگه نه؟ خیلی معرکی از دختر. ولی انگار زیاد خوشحال نیستی که دوست مخفی من شدی. دیدم که رو تو برگردوندی و داشتی میرفتی. من راستش فکر کردم که اشتباهی اومدم اینجا. آخه هنوز ندیده بودم. اصلا باور کن خیلی هیجان زدم که قراره با تو بازی کنم. تبریک میگم، شما یارتون رو پیدا کردین و کسی چه میدونه، شاید حتی یه دوست صمیمی و ابدی. شما همین الان دومین معما رو دریافت کردید. برای نزدیکتر شدن به هدفتون باید بیشتر و عمیق‌تر جستجو کنین. فهمیدم، باید توی ایستگاه گاردینور سوار قطار بشیم، از پاریس خارج بشیم و یه راست بریم به سمت انگلیس. نه، منظورش اینه بریم به حاشیه رودخونه سن که عمقابش از این کانال بیشتره. احتمالاً برای سرنخ جدیدمون باید ماهیگیری کنیم. بزن بریم. ای دختر ببین کی هم بازی من شده. با ویهم آشنا شو. اگه میخوای برنده بشی بهتره عجله کنی، چون ما به همین زودی معمای اول حل کردیم. من با کاگامی افتادم، باید برنده بشین. میفهمی؟ چون تا وقتی با اونم امکان نداره بذارم آدریانو پیدا کنه. نگاه کن، حق با من بود. باید با این چوب آهن رو با سرنخ بعدی رو پیدا کنی. بیا حالا ماهیگیری کن. احتمالا سرنخ نیست. ترجیح میدی به اسم کامل صدا زده بشی یه لقبت؟ به اسم کاملا. ممنون مرینت. موهات خیلی درخشانن. خیلی ممنونم. موهایت همچین بدک نیستن. گروه خونی چیه؟ گروه خونی؟ من نمیدونم. داری سر به سرم میذاری؟ نه اصلا. توی ژاپن همه گروه خونیشون رو میدونن. معلوم میکنه چجور آدمی هستی. مال من اوه، یعنی مستقل، خوشبین، مصمم، با ضریب هوشی بالا. فصل مورد علاقه چیه؟ تابستون چون قشنگ و گرمه، یا بهار چون زمانیه که طبیعت از خواب بیدار میشه، یا شایدم پاییز. رنگای اون موقع سال خیلی خوشگلن. ولی خب زمستونم خیلی برام الهام بخشه. تو دوگانگی شخصیتی داری، حواس پرت و بی‌مسئولیتی، گروه خونی آبی عادی. فرض کن میخوای یه بستنی شکلاتی خیلی دوستش داری امتحان کنیم، ولی یکی زودتر میگیرتش. گزینه 1 ازش میدزدیش. 2 یه بستنی شکلاتی دیگه میخوری حتی اگه به اون خوبی نباشه. 3 تا آخر عمرت دیگه بستنی نمیخوری. گمون کنم یه مزه دیگه رو امتحان میکنم. میخوای با من آب پرتقال بخوری؟ حتما. خیلی بیشتر از این جستجوی گنج و حوصله سربر کیف میده. سرنخ ماهیگیریت خوب بود مرینت. تبریک میگم. اول برنده میشیم، بعد برای جشن گرفتن میریم آب پرتقال میخوریم. چالش اعتماد. گوشیاتون رو با هم عوض کنید، از هم جدا بشید و از خودتون سلفی بگیرید. بعد برگردید پیش هم مثل دوتا دوست واقعی سلفی بگیرید. وقتی سلفیاتون به دست ما برسه، پیام نهایی یعنی مکان مخفی شدن آدریان رو براتون میفرستیم. تو واقعا دختر مرددی هستی. قرارمون همینجا. ما برنده میشیم. داری چی کار میکنی؟ چی؟ اون وقتی گوشیشو بهت داد بهت اعتماد کرد مرینت. اون مدام چشمش به گوشیش بود. خب من باید بدونم چرا. شاید داشته با آدریان چت میکرده و براش پیام میفرستاد و میخواد تقلب کنه. مرینت نه، جز پیام مسابقه هیچ پیام دیگه ای نداره و فقط یه شماره تو دفترچه تلفنش هست، شماره مادرش. اون حتی شماره آدریان هم نداره. این برنامه چیه؟ وای نه، پس کاگامی همش حواسش به این بوده. چگونه با دیگران دوست شویم؟ این همه چیزو توضیح میده، رفتار عجیبش و سوالای عجیب غریب ترش. کاگامی فقط میخواسته باهات دوست بشه. خیلی حس بدی دارم.
وای نه، گوشیم دستمونه. اگه یواش که بهش نگاه کنه مسیجایی که من و آلیا برای هم فرستادیم و میبینه. همه ایشانو تو وسایل بقیه فضولی میکنن. بهتره عجله کنی. سیب. باورم نمیشه با کاگامی افتادی. دختر طاقت بیار و نگران نباش. مطمئنم یه راهی برای باختن پیدا میکنی. بعدن میبینمت. چقدر غم انگیزه که حس کنی کسی دوستت نداره، تنها و محروم از دوستی. پرواز کن آکومای کوچیک من و شرورش کن. گمونم من لیاقت دوستیمونو ندارم. حتما گروه های خونیمون به هم نمیخورن. الو کاگامی کجایی؟ قرار بود تو خونه منتظرم باشی. سلام خانم. من کاگامی نیستم. تو کی هستی؟ دخترم کجاست؟ کاگامی. من دوست کاگامی ام. همینجا پیشم. الان گوشیو میدم بهش. کاگامی که دوستی نداره. چرا گوشیش دست توه؟ نه مطمئن باشی خانم، من واقعا دوست کاگامی ام. ما برای یه بازی هم تیمی شدیم. بازی؟ ولی من که بهش اجازه ندادم. بازی؟ من گفتم بازی. نه منظورم من برای گرفتن من کاگامی رو دعوت کردم که برای آب پرتقال گرفتن با هم بیاد. خیلی زود برمیگرده خونه. قول میدم خودم باهاش تا دم خونه‌تون میام. قول میدم. یه حس منفی داره ناپدید میشه ولی یکی دیگه داره به سرعت شکل میگیره. میتونم خشم مادری رو حس کنم که اقتدارش به چالش کشیده شده. برو آکومای من و این تومه جدید رو پیدا کن. مسخره بازی رو بذار کنار خانم جوان و گوشی رو بده به دخترم. مطمئن باش آب پرتقال از گلوش نمیره پایین وقتی این کاری گوزن. من ارباب شرارتم. خانم لطفاً دخترتون رو تنبیه نکنین. خانم الو. با کمال میل ارباب شرارت. ببخشید سعی کردم یه جوری ماسمالیش کنم. فکر کنم مامانت خیلی از دستت عصبانی و دنبالت میگرده. بهتره مخفی بشه که نتونه پیداش کنه. تو از من نافرمانی کردی. دیگه حق نداری از خونه بری بیرون. مادر! در مورد کاگامی کاملا اشتباه میکردم. برای جبران کردن هیچ وقت دیر نیست مرینت. تیکی دختر کفش زکی آماده. هشدار آکوما. از تمامی بازدیدکننده میخوایم که لطفاً قصر رو تخلیه کنن. یه مأموریت جدید داریم. بلک تبدیل گربه‌ای. نمیتونی منو بگیری. من این کاری گزنم. مثل باد گریسپا، مثل سیلاب قدرتمند و مثل آزرق سری و چابک. میبینم که تو روز دوستی برای خودت یه رفیق جدید پیدا کردی بانو. آره ولی گمون نکنم ازم خوشش بیاد. داریم میایم کاگامی. کاگامی؟ دوست جدیدمون دختر خودش رو زندانی کرده تا تنبیهش کنه. گردونه خوششانسی. واقعا فکر میکنی الان موقع مناسبیه که منو به سینما دعوت کنی؟ شرمنده پیشی، فقط یه بلیط دارم، زودی برمیگردم. پس رفتی برام یکم ذرت بوداده بیار. سلام، میتونم برم داخل فیلم ببینم؟ انتخاب خوبی کردیم مرینت. استاد فو؟ حالا که ارباب شرارت هویتمو میدونه باید یه جوری خودمو مخفی میکردم. به علاوه من عاشق سینمام. مرینت دو پنچینگ باید یه متحد انتخاب کنی تا در این مأموریت در کنارت مبارزه کنه. عاقلانه و با دقت انتخاب کن، چون این قدرتی فقط باید برای خدمت به هدف والاتر مورد استفاده قرار بگیره. مثل باد گریسپا، مثل سیلاب قدرتمند و مثل آذرخش سریع و چابک. آره، امیدوارم از نمایش لذت ببرید. آکوما احتمالا تو بوکنش مخفی شده. برای استفاده از پنجه برندم اول باید حالت دفاعیش رو بیارم پایین. فقط باید مثل باد گریسپا باشیم یا مثل سیلاب قدرتمند. گردونه خوششانسی.
بمب صابونی؟ واقعا فکر میکنی الان وقت حموم کردنه؟ برای من نیست. کاگامی قرار ازش استفاده کنه. آماده باش پیشی. خب کاری گوزه، نظرت چیه با هم دوست بشیم؟ من دوست لازم ندارم. خیلی تعجب نکردم، آخه روابط اجتماعی اصلا خوب نیست. درود و روز بخیر بانوی جوان. اصلا نترسید، من لانگ هستم، کوامی اژدها. چی؟ کوامی. امیدوارم جواب بده. اجازه بدید درباره کارهای بزرگی که در صورت گفتن کلمات جادویی میتونه کمک کنه که انجامشون بدید بهتون بگم. کفش‌دوزک امیدواره که شما بتونید این کار گزن رو با استفاده از عنصری که خودتون انتخاب میکنید شکست بدید. باد، آب، آذرخش. ولی اول بذارید بهتون نقشه‌شو بگم. لانگ طوفان بپاچه. نه الان نه. اژدهای باد. میبینی مادر؟ من میتونم مثل باد گریزپا باشم. بابت معجزه‌گر ممنونم کفش‌دوزک. سلام گربه سیاه، من ریوکو ام. داری چی کار میکنی؟ نقشمون این نبود. کدوم نقشه؟ یه کار گوزن. کفش‌دوزک با دادن یه معجزه‌گر به دخترت کمکش کرده که فرار کنه. نمیدونم چطور این کارو کرده ولی معجزه‌گر دخترت هم میخوام. کاگامی تو یه بار دیگه ازم نافرمانی کردی. این بار با همدستی این به اصطلاح ابرقهرمانا همتون تقاص پس بدین. ریوکو همون نقش لانگ حتما درباره نقشه بهت گفته دیگه. نه تو گربه سیاه عقب وایسینی، یه مسئله شخصی بین من و مادرمه. پنجه برنده. چه حرکت استادانه ای کاریگوسن. حالا ظرف چند دقیقه گربه سیاه به حالت عادی برمیگرده و معجزه‌گرش مال من میشه. من عجله کردم و شکست خوردم. لیاقت مبارزه کردن کنار تو رو ندارم. اشتباه ساده کردی. منم هر روز اشتباه میکنم ولی دلیل نمیشه که تسلیم بشی. تو تنها کسی هستی که میتونه کمکم کنه. برای همین باید یه تیم بشیم. وقتی زیادی برامون نموده. نقشه اینه. زود باشی، چیزی نموده به حالت عادی برگردم. حق با تو بود مادر. هنوز خیلی چیزاست که باید یاد بگیرم. کم کم داری سر عقل میای. خوبه. نفستو حبس کن بعدش میریم بیرون. خیلی زود یاد گرفتیم. معلمای خوبی داشتم. اژدهای آب. واو. دیگه بعد جنسی کافیه آکوما کوچولو. وقتش شرارتت خونسا بشه. گرفتمت. خداحافظ پروانه کوچولو. کفش‌دوزک معجزه‌آسا. چه اتفاقی برام افتاد؟ کاگامی کجاست؟ دخترتون همین نزدیکی است خانم. به زودی میاد اینجا. بزن قدش. لانگ آسمون باز. باید بهت بگم که نمیتونم دوباره این معجزه‌گر رو بهت بدم. میدونم به اندازه کافی خوب نبودم. دقیقاً برعکس. تو خیلی سریع یاد گرفتی ولی حالا ارباب شرارت میدونه تو کی هستی و مخفی نگه داشتن هویت واقعی یه قانون خیلی مهم بین ابرقهرماناست. بدون این قانون تو و خانواده و دوستا در معرض خطر قرار میگیرید. من دوستای زیادی ندارم. مهم نیست که دوستای زیادی نداری، مهم اینه همونایی که داری دوستای واقعی هن. خداحافظ.
متاسفم که بهت راست نگفتم مادر، ولی من واقعا میخواستم سعی کنم با یه نفر دوست بشم. تو یه دوست شمشیر باز داری؟ اون فرق میکنه. درک میکنم میخوای دوست پیدا کنی، ولی بعضی وقتا دوستا میتونن آدمو ناامید کنن. برای شام خونه باش. بازی تموم شد. ما باختیم. نه، برنده حق آب پرتقال خوردن با هم شدیم. البته اگه هنوز دلت میخواد. راجبت اشتباه میکردم مرینت. خوشحالم که این بازی ما رو کنار هم قرار داد. حالا میفهمم آدریان چرا تو رو یه دوست خوب میدونه. اون بهت گفته منظورم اینه که من یه دوست خوبم. راستی داشتم در مورد اون قضیه گروه خونی فکر میکردم. یکم شبیه نماد ماه تولد نیست؟ نماد تو چیه؟ اژدها. بی خیال، من مارم. میونشون با هم خوبه؟ راستش من خیلی به اینجور چیزا اعتقاد ندارم. منم همینطور، ولی میدونی چیه؟ خوشحالم که با هم دوستیم.